دو سه روز علی اینا رو هم نیادیم، شب هم قرار بود بیان بریم اونجا، اصلا آدم چیه دیگه با خدایی گل کرده بیرون. چقدر مدی من برم همین یک بزنم؟ نمیتونی. تو چقدر مدی من برم بزنم؟ آقا تو چقدر مدی؟ 500 مدی ده. 500 مدی ده. هم بگیرم از دامت محمد نگیرم من کارم. باش علی چه خبر؟ آقا شرمنده نپرسم. آقا شرمنده. آقا شرمنده. آقا شرمنده. نمیدونستم علی آقا ببخشید، من نمیدونستم علی شما گفتم. خدا وکیلی نمیدونستم. آقا شرمنده ببخشید. 502 دیدم. 502 دیدم. دهانت سرویس زدیش. آها من زدم. آقا 500 بدید. آقا دیدی علی رو چیکار کردم؟ آقا بلدی؟ بابا بیده نه که اینه که همونه که الان زدی نیست. چرا همونه؟ مدی من برم همونجا بزنم. نمیتونی. آقا تو بگو چقدر مدی من برم همونجا بزنم. 1 تومن بدم برو بزن. 1 تومن اینم 500 تومن میشه 1 و 500 تومن. بله. ها کارت بدی؟ کارت بعد نرم نگیرم. آها کارت نمیشه. علی تو اینجای مرونه زده. آقا شرمنده داداش ببخشید. آقا شرمنده. آقا ببخشید من خدا وکیلی نمیدونستم. خدا وکیلی نمیدونم. آقا شرمنده خدای ببخشید. آقا شرمنده ببخشید. آقا دیدی زدم. دهانت سرویس زدی. بابا جون اگه این سری بیاد بزنه پرس کلم این چوب به پهنا میکنن. دو دستی میکنی تو خودش. اصلا آقا سی روز اصلا خبری ازش نبود. نه همونه یا نه؟ نه اینایی که الان زدی نیست. چرا اینا خودشون مدی برم همونجا بزن. دعوا میشه این سریا. آقا تو چه کار داری؟ تو پول بدی یا من نه؟ دعوا میشه 2 تومن بدم بعد برو بزن. خودت کار ندارم ها. کار ندارم من. کار ندارم. علی ای خودت کشه